سلام، زاکر وفایی هستم. در این ویدیوی آموزشی تصمیم داریم که به درس 1 از کتاب Grammar in Use سطح متوسط بپردازیم. همونطور که می‌بینین این درس در خصوص زمان Present Continuous یا همون حال استمراری هستش. این زمان رو شاید شما در سطح بیسیک هم دیده باشید، اما ما در این سطح وارد کاربردهای متنوع‌تری از این زمان خواهیم شد و علاوه بر بررسی شکل و ساختار ظاهری این زمان وارد کارکردها و فانکشن‌های این زمان خواهیم شد و در انتها هم تمارینی رو از این درس حل خواهیم کرد. اگر که به این موضوع علاقه‌مند هستین، با لایک و سابسکرایبتون به کانال یوتیوبی بنده ما رو در ادامه تولید این مجموعه از ویدیوها همراهی بفرمایید. بریم که درس امروز رو آغاز کنیم. خب، درس 1. همونطور که می‌بینین ابتدا بحث فرم و شکل ظاهری زمان رو بررسی کرده و بعد هم وارد کاربردها و فانکشن ها شده. دو تا چیز در آموزش یک زبان، در آموزش و یادگیری یک زمان یا همون تنس انگلیسی مهم هست. یکیش فرم هست، دومی مینینگ. فرم میشه همون شکل ظاهری اون زمان که اون زمان رو شامل چه اجزایی هست اون زمان، و اینکه دو مینینگ اصلا چه مفهومی داره، ما کجاها میتونیم و باید از این زمان استفاده کنیم. خب پس برای آموزش و یادگیری هر زمان ما نیاز داریم که این دوتا موضوع رو با همدیگه بررسی بکنیم. خب بریم اول از همه با یه سری مثال هایی که اینجا آورده سعی کنیم که اون سیچویشن رو اولا ببینیم چه سیچویشنی هست و بعد وارد جزئیاتش بشیم. خب مثال زده براتون، میگه که Sarah is in her car. She is on her way to work. میگه چی؟ میگه سارا توی ماشینشه. خب کجا داره میره؟ She is on her way. تو مسیر رفتن به سر کاره. در ادامه میگه she is driving to work. داره میره سر کار. مساویه she is driving، داره رانندگی میکنه. خب پس این یک مثال از زمان حال استمراری بود. الان شما ذهنتون باید درگیر شده باشه که این چه شکل ظاهری داره زمان حال استمراری، علاوه بر فاعل چی داره، فعل چجوری اومده. اوکی؟ This means، حالا از فرم داریم میریم روی مینینگ. توضیح دادم، گفتم یکی شکل ظاهری مهمه و دو مینینگ یا کاربرد و کارکرد اون زمان و تنس مهمه. حالا مینینگش چیه؟ میگه she is driving now. اکنون در حال رانندگی است. ببینید؟ خب این now مهمه. now یعنی اکنون. پس این اتفاق اکنون داره رخ میده. At the time of speaking، در لحظه صحبت کردن. و ادامهش میگه the action is not finished. نکته دوم اینه که این اکشن یا این اتفاق رخ داد فینیش یا تمام نشده. That's the point. هنوز in progress، یعنی هنوز در جریانه. حالا میریم یه گریزی میزنیم دوباره به شکل ظاهری. میبینیم که اینجا گفته که در این زمان ما ابتدا subject pronoun یا ضمیر فاعلی میاریم، بعدش فعل to be که مطابقت باید بکنه با اون پروناونش، و بعد هم فعل به صورت ing دار، یعنی فعل حتما باید ing گرفته باشه. پس این نکته مهمی هستش. حالا شما به جای این فعل ها هر فعلی رو میتونین جایگذاری کنین. مثالاش رو ببینیم. میگه I am، یا کوتاه شدهش هست I'm driving، دارم رانندگی میکنم. حالا میتونم بگم که دارم تدریس میکنم. چی میشه؟ کافیه بدونم تدریس کردن میشه teach. پس جملهشو درست میکنم I'm teaching. اگر که تدریس نمیکنم، مثلا فرض کنین که دارم به رادیو گوش میکنم، سریع بگین I'm listening to the radio. باریکلا. یا مثلا دارم پیاده روی میکنم I'm walking. دارم توی پارک پیاده روی میکنم. ادامهش بدیم چی میشه؟ I'm walking in the park. Very good. I'm walking in the park. خب بریم برای مثال بعدی. He, she or it is working. پس اینم میگه او یا آن در حال کار کردن است. مثلا she is working on a project. او در حال کار کردن روی یک پروژه است for example. یا مثلا we, you, they باهاشون are میاد. We are یا we're doing
در حال انجام چه کاری هستیم؟ مثلا میخوام بگم داریم تکالیفمون رو انجام بدیم. چی میشه؟ We're doing our homework. یا داریم ظرفا رو میشوریم. We are doing the dishes. Very good. خب میریم قسمت بعدی. I am doing something. در حال انجام کاری هستیم یا کاری هستم که به معنی I started doing it. شروع کردم به انجامش and I haven't finished و تموم نکردم. I'm in the middle of doing it. من در وسط انجام اون کار هستم. خب مثال Please don't make so much noise. میگه لطفاً اینقدر سر و صدا ایجاد نکن. I'm trying to work. دارم سعی میکنم کار کنم اگه بذاری. I'm trying to work. Not I try. پس اینو دقت کنیم. یا مثال بعدی. Next one. Where is Mark? دنبال مارک میگرده. He's having a shower. کجاست؟ چیکار میکنه؟ He's having a shower. داره دوش میگیره. Not he has a shower. Next one. Let's go out now. It isn't raining anymore. میگه بیا بریم بیرون. خب. It isn't raining. دیگه بارون نمیباره. الان راحت میشه رفت بیرون و حالا قدم زد یا هر کار دیگه ای کرد. مثال بعدی. How is your new job? Are you enjoying it? میگه شغل جدیدت چطوره؟ داری ازش لذت میبری؟ Next one. What's all that noise? این همه سر و صدا برای چیه؟ What's going on? چه خبره؟ چه خبرتونه؟ Or what's happening? یا چه اتفاقی داره میفته؟ پس اینم مثالهای دیگه بود. خب توضیحی که داده میگه sometimes the action is not happening at the time of speaking. میگه گاهی اوقات اون اتفاق در زمان صحبت کردن رخ نمیده. یعنی چی؟ خب ما که گفتیم در لحظه داره رخ میده دیگه. اتفاقی که داره در لحظه‌ای که ما صحبت میکنیم داره رخ میده. من الان دارم صحبت میکنم I'm speaking. دارم تدریس میکنم I'm teaching. دارم گوش میکنم به یه چیزی I'm listening. یعنی چی که در لحظه صحبت کردن رخ نمیده؟ چه شد؟ متناقض شد با این چیزی که ما گفتیم؟ نه. یکی دیگه از کاربردهای این زمان این است. ممکنه شما در همین لحظه مشغول کار رو پروژه خاصی نیستین. الان دارین یه لحظه تو بریکین یا بالاخره در منزل هستین، دارین تلویزیون تماشا میکنین، کتابی میخونین و تفریحی میکنین، اما یه پروژه‌ای دست گرفتین و روی اون دارین کار میکنین. مثلا از 2 هفته پیش، 1 هفته پیش، 3 هفته پیش شروع کردین این پروژه رو، استارت زدین و همچنان هم این پروژه در دست شماست. هنوز تمام نشده. not finished هستش. خب در این زمان هستش که ما وقتی میخوایم به این موضوع اشاره کنیم، بگیم که من دارم روی پروژه کار میکنم، بلافاصله میگیم که چه زمانی بهتر از همه است؟ بله، بهترین زمان همین present continuous هستش. خب حالا اینو تو ذهنتون نگه داشته باشین. میریم که ببینیم که چی میگه. میگه Steve is talking to a friend on the phone. میگه استیو داره با یه دوستی تلفنی صحبت میکنه و چی میگه بهش؟ میگه I'm reading a really good book at the moment. دارم یک کتابی میخونم در همین لحظه. چی شد؟ داره خالی میبنده چاخان. میگه اینکه داره تلفن صحبت میکنه که نه، یک کتابی رو دست گرفته، شروع کرده به خوندن و قبل از اینکه تلفنم بزنه احتمالاً داشته میخونده چه بسا. ولی الان بالاخره آدمیزاده، دلش خواسته که یه زنگی بزنه، یه بریکی به خودش بده، تلفن رو برداشته، داره با دوستش صحبت میکنه، داره پوز کتابی که شروع کرده به خوندن رو داره مثلا میده به دوستش و از این جمله استفاده کرده. میگه I'm reading a really good book at the moment و توضیح میده. میگه It's about a man who، در مورد یه آقاییه، یه مردیه که حالا داره براش تعریف میکنه و به قول معروف ادامه صحبتش. خب پس خالی نمیبنده، داره درست میگه. اما نکته‌ای که هست اینه که لزوما ما نباید حتما اون کار رو در همون لحظه انجام بدیم تا از این زمان present continuous استفاده کنیم. میتونه یه کاری رو ما جدیداً شروع کردیم، تو دستمونه، داریم انجام میدیم. یه فیلمی رو شروع کردیم به دیدن، یه سری مجموعه سریالی رو مثلا شروع کردیم به دیدن. حالا معمولا آدم فیلمو مثلا میشینه پاش تمومش میکنه میره، ولی سریالو با چندین قسمت شروع کردیم به دیدن یه سریال، یا یه پروژه‌ای رو دست گرفتین، یا یه کتابی رو شروع کردین به خوندن. کتابم معمولا آدم یه لحظه‌ای تمومش نمیکنه. یه کتاب حداقل ممکنه 1-2 هفته دست آدم باشه. پس این جور کارا
معمولا به این شکل هست و لذا میتونیم از زمان present continuous استفاده کنیم. خب میریم ببینیم که توضیحات دیگه که داده چی هست. میگه Steve says I'm reading but he is not reading the book at the time of speaking. خب این آقای استیفان میگه من دارم ریدینگ انجام میدم، دارم میخونم، اما در لحظه صحبت عمل خوندن رخ نمیده، بلکه داره تلفن صحبت میکنه، ولی هیچ مشکلی نداره. یکی از کاربردها و فانکشن های present continuous همین هست. He means that he has started reading the book. اون منظورش اینه که شروع کرده به خوندن کتاب but has not finished it yet. اما هنوز تمامش نکرده. He is in the middle of reading it. او در میانه این کار هستش. نکتهش اینجاست. That's the point. He is in the middle of reading it. اوکی. میریم برای ادامه. Some more examples. یه سری مثالهای بیشتر. Kate wants to work in Italy. So she's learning Italian. میگه کیت میخواد که کار کنه در ایتالیا. به همین دلیل او در حال یادگیری زبان ایتالیایی هستش. But perhaps she isn't learning Italian at the time of speaking. اما احتمالاً در لحظه صحبت در حال یادگیری زبان ایتالیایی نیست، ولی شروع کرده به این کار رو، داره کلاسش رو میره و این موارد. در مثال بعدی Some friends of mine are building their own house. They hope to finish it next summer. میگه بعضی از دوستان بنده در حال ساخت خونه‌شون هستن. خب ببینید building the house هم یه عملیه که یه دفعه اینجوری نیست که شما بگین بسم الله الرحمن الرحیم خونه رو شروع کردیم فردا صبح خونه آماده است. پس یه پروسه‌ای هست که این takes time، یعنی it takes time، زمان میبره و یه فرایند مرحله به مرحله انجام میشه. لذا این هم باز همین الان که داره در مورد اون خونه صحبت میکنه not finished، یعنی هنوز عمل ساخت خونه تموم نشده، پس خوراکش همین زمانه. چه زمانی بهتر از این زمان؟ بسیار عالی، بهترین زمانه. خب بریم برای ادامه مطلب. کجا بودیم؟ خب میگه که ادامهشو گفتیم they hope to finish it next summer. امیدوارن که تابستون آینده تمومش کنن. میریم قسمت C. You can use the present continuous with today, this week, this year, etc. periods around now. حالا اگه گفتین الان چی داره میگه؟ اگه فهمیدین حرفه‌ای شدین. باریکلا. خب میگه شما میتونین از این زمان حال استمراری استفاده کنی و اینو بیارین با today, this week و this year و مفهومش هم اینه که در بازه‌ای اطراف بازه اکنون داره اون اتفاق رخ میده. یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ منظور این هست که لزوماً در همون لحظه نیست، بازه یه مقداری بازتر هستش، باز میشه به قبل و بعد. نگاه کنی میگه you are working hard today. میگه شما امروز خیلی داری سخت کار میکنی. درسته؟ امروز خب فقط 1 دقیقه و 1 لحظه و 1 ثانیه که نیستش که، امروز یه بازه طولانی تریه دیگه، اکستند شده یه مقدار. مثلا فرض کنید از صبح تا الان که داره صحبت میکنه، از صبح تا الان که ممکنه ظهر باشه، از صبح تا الان که ممکنه بعد از ظهر باشه، از صبح تا الان که ممکنه غروب باشه، ولی هنوز روز تمام نشده، هنوز امروز تمام نشده، نرفتیم تو روز بعدی. You are working hard today. امروز خیلی سخت داری کار میکنی. خب Yeah, I have a lot to do. بله کار زیاد دارم برای انجام دادن. بعدش میگه The company I work for isn't doing so well this year. میگه اون شرکتی که من براش کار میکنم امسال خیلی اوضاعش خوب نیست. ببینین چی شد؟ همین الان رو لزوما نمیگه. امسال ممکنه چه ماهی باشه از سال؟ مثلا فرض کنین اگر از ماه اول سال شروع شده ممکنه الان ماه 4، ممکنه ماه 7، ممکنه ماه 9، ولی سال فینیش نشده، هنوز توی امسال هستیم و اوضاع این شرکت امسال اینجوری بوده. Isn't doing so well this year. اوضاعش امسال خوب نبوده، اوضاعش امسال خوب نیست تا این جای کار حداقل. حالا این که سال آینده چی میشه؟ Who knows? God knows. اما امسال وضعیت تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم و این جمله رو تولید میکنیم به این شکل بوده. پس میبینید چجوری شد باز شد دیگه، فقط یک لحظه و همین لحظه نیستش. از now بازه یه مقدار
بازتر شد. رفتیم برای today، رفتیم برای this year امسال که باز میشه. this week این هفته، مثلا از فرض کنین روز اول هفته شروع شده، مثلا روز پنجم هفته است، روز سوم هفته است، هنوز هفته تموم نشده، خوراکش این زمانه. درسته؟ خب در قسمت بعد میریم پارت دی. میگه we use the present continuous when we talk about a change that has started to happen. We often use these verbs in this way. میگه ما استفاده میکنیم از چی؟ از این زمان حال استمراری. کی؟ زمانی که میخوایم صحبت کنیم درباره یک تغییری که آغاز شده و شروع به رخ دادن کرده. ببینید a change that has started to happen چند تا نکته داره. a change در مورد تغییر داریم صحبت میکنیم. has started to happen شروع شده به رخ داد. ببینید یه چینجی که شروع شده. خب چه چینجایی رو ما میتونیم مثلا در موردش صحبت کنیم؟ چه تغییراتی شروع به رخ دادن کرده؟ اولین چیزی که ممکنه به ذهن بیاد، داریم زبان یاد میگیریم، زبانمون داره بهتر میشه. مثلا با تماشای این ویدیوها حس میکنم زبانم داره بهتر میشه، که قطعا هم همینطور هست، باید هم اینطور باشه. پس زبان من چی داره میشه؟ is getting better، داره بهتر میشه. is getting better and better، داره بهتر و بهتر میشه برای تأکید. یا is improving، داره بهبود پیدا میکنه زبانم. درسته؟ خب اگر میخوای همینطور زبان تقویت بشه، ویدیوهای بیشتری از مجموعه ما رو ببینی، حتما به کانال یوتیوب ما سابسکرایب کن که به محض تولید ویدیوهای جدید بتونی که از اونها آگاه بشی و بتونی تماشا کنی. خب میریم برای مثال ها. میگه is your English getting better، داره زبان بهتر میشه. نگو does your English get better. اینو دیگه اگه بگی، اینو قبل از تماشای این ویدیو شاید میگفتی، ولی دیگه موقع تماشای این ویدیو همچین جمله رو انتظار داریم که تولید نکنی، شما اصلا به فکرت هم خطور نکنه این جمله. خب میریم برای جمله دوم. The population of the world is increasing very fast. میگه جمعیت جهان در حال افزایش به سرعت. زاد و ولد داره با سرعت انجام میشه و جمعیت هم رو به افزایشه، نه اینکه increase دیگه اینا رو اصلا استفاده نکنی یه وقت. جمله آخر میگه at first I didn't like my job but I'm starting to enjoy it now. میگه اولش شغلمو دوست نداشتم، خیلی باهاش حال نمیکردم به قول خودمون، اما الان دیگه داره ازش خوشم میاد یواش یواش. but I'm starting to enjoy it now. یه سری همکارای خوب پیدا کردم، با محیطش عادت کردم و دیگه دارم باهاش یواش یواش حال میکنم. دیگه تو این جمله نگی I start. خب میریم برای بخش تمارین exercises. تمرینی که اینجا اومده میگه what's happening in the pictures, choose from these verbs. تو هر کدوم از این تصاویر چه اتفاقی داره رخ میده؟ تصویر اوله که خودش براتون انجام بده، اگر گفتی خسته نباشی. اما دومی a shoelace چی میشه؟ میشه بند کفش. بند کفش داره چیکار میکنه؟ کراس میکنه، هاید میکنه، اسکرچ میکنه، take خودش گفته، تای یا ویو. اگر گفتی تای، باریکلا. تای میشه گره زدن. درسته؟ تای میشه گره زدن. خب توجه کنین که فقط تای کراوات هم میشه ها، اما اونجا اسمه، اینجا فعل، یه کاری داره رخ میده. پس میگیم چی؟ او در حال تای کردن شولیسشه. چقدر قشنگ شد. خب پس میشه چی؟ He is tying a shoelace. He is tying a shoelace. داره بند کفششو میبنده. یا مثلا یه مثال دیگه بخوایم براتون حل کنیم. شماره 5 behind a tree، پشت درخت داره چیکار میکنه؟ کدوم از این کارا داره
اتفاق میفته. اگر گفتی hide یه دست برای خودت میتونی بزنی. باریکلا. پس میشه خانومه، ببخشید میگیم she is hiding behind a tree. She is hiding behind a tree. فقط یادت نره موقعی که میخوای ing بدی یه اتفاقی میفته. اگه گفتی چه تغییری میفته تو شکل ظاهریش، باید شما این ای رو زحمت بکشی حذف کنی. خب بریم برای یکی دیگه هم برای شما حل کنیم که دلتون نشکنه. شماره 3 The road، جاده. اینا دارن چیکار میکنن از جاده؟ دارن جاده رو متر میکنن. میخوام ببینن چند متره. یکی از این ور داره متر میکنه، یکی هم از اون ور به این ور، که مطمئن بشن که اندازش یکیه. خب نه، حالا این که شوخی بود. دارن عبور میکنن از عرض خیابون، دارن کراسینگ انجام میدن، دارن کراس میکنن. درسته؟ پس they are crossing the road. مشکلات زیاد هم هستن، یه نفر نیستش که هیوشی به کار بریم، چند نفرن. پس میگیم they are crossing the road. آفرین. میریم برای تمرین بعدی. تمرین بعدی، قسمت بعدی میگه the sentences on the right follow those on the left. Which sentence goes with which؟ خب فهمیدی شما چی گفت؟ میگه که جملات سمت راست به دنبال جملات سمت چپ میان. کدومش با کدوم مچ میشه؟ خب اولی که خودش انجام داده براتون زده F هیچ. بریم ببینیم که دومی We need to leave soon. ما باید خیلی زود ترک کنیم اینجا رو، بریم. چرا بریم؟ مگه چی داره میشه؟ کدوم از اینا به نظرتون مناسبه؟ آفرین. It's getting late. داره دیر میشه. یا مثلا I need to eat something soon. من خیلی زود باید چی بخورم. احتمالاً بعضیاتون اینجوری باشین، زود گشنتون میشه. مثل من. هر چقدر بخورم باز احساس میکنم گشنمه. البته به قیافم نمیاد. خب I need to eat something soon. کدوم از اینا رو وصل کنیم بهش؟ I'm getting hungry. داره گشنم میشه. پس اینم به این وصل کنیم. یکی دیگه هم براتون انجام میدیم. مثلا میگه که We are going to get wet. ما الان است که دیگه خیس بشیم. چرا؟ مگه کسی داره آب میریزه رومون؟ It's starting to rain. میخواد بارون بزنه. پس اینم در مورد بازم حال استمراری و 3 تا تمرین هم از این بخش براتون انجام دادیم. بریم یه سری تمارین دیگر هم انجام بدیم که از اینی که هستین حرفه‌ای تر بشین. میگه write questions use the present continuous. سوال بنویس با استفاده از چه زمانی؟ حال استمراری. خب همین حال استمراری رو خوندیم دیگه، پس قطعا باید از همین استفاده کنیم. اولی رو که خودش انجام داده دستش در نکنه. دومی what's the matter؟ موضوع چیه؟ why you cry؟ میخواد بگه چرا داری زار زار اینجا مثل ابر بهار گریه میکنی؟ چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ خب چی بگم؟ آفرین، میگیم why are you crying؟ Why are you crying؟ سوال بعدی که باید درست کنیم، مثلا بریم شماره 4. I haven't seen you for ages. میگه چی؟ میگه من ایج هاست که شما رو ندیدم. یعنی چی ایج هاست که ندیدمت؟ یعنی سال هاست. این به سن و سال ربطی نداره ها. سال هاست که من شما رو ندیدم از قدیم تا الان. کجا بودی؟ خب میگه چی؟ میگه که چی داری مطالعه میکنی؟ درس مرس چی داری میخونی؟ What are you doing؟ ببخشید میگه که داری چی کارا میکنی؟ با استادی کار نداره، استادی برای پایینیش بود، ذهنم رفت رو پایینی. میشه چی؟ What are you doing these days؟ این روزا داری چی کار میکنی؟ حالا چون پایینی هم گفتم، پایینی اینم انجام میدیم. Amy is a student. میگه ایمی دانش آموزه یا دانشجوه. میخواد بگه که چی داره میخونه، چه رشته‌ای رو داره توش تحصیل میکنه. چی بگم؟ What is she studying؟ آفرین. اگر گفتی اینا درست گفتی، باریکلا. What is she studying؟ چی داره میخونه؟
یکی دیگه هم براتون انجام میدیم. We are not in a hurry. میگه ما عجله ای نداریم. چرا اینقدر تو داری بودو میری؟ چی میشه سوالش؟ سریع سوالشو میتونین در بیارین؟ آفرین. اول کلمه پرسشیشو میاری، بعد باید فعل to be مناسبش رو بیاری که با you همخونی داشته باشه. پس میشه why are you. فعلشو باید ing بدی why are you walking و بعد هم so fast. باریکلا. بریم برای تمرین آخر و دیگه تمام. میگه که افعال رو به شکل صحیح قرار بدین. افعالی رو به شما در پرانتز داده، حالت درستشون رو تولید کنین. اگه مثبت I'm doing، اگه منفی مثلا I'm not doing. یه مثال بود. خب یک و دوری که خودش انجام داده زحمت ما رو کم کرده. ما میریم برای مثلا سوم. You can turn off the radio. شما میتونی رادیو رو خاموش بکنی. من بهش گوش میدم یا نمیدم؟ یا چرا میگه خاموش کن؟ میگه خاموش کن که چون دیگه گوش نمیده دیگه. پس میشه I'm منفی یا مثبت؟ منفی. گوش نمیدم. I'm not listening to it. باریکلا. شماره بعدی. بریم یه دونه قیافه همچین قیافه وحشتناکش رو انجام بدیم. مثلا 4 طولانیه. Kate phoned last night. She's on holiday with friends. میگه کیت دیشب زنگ زد. با دوستاش رفتن هالیدی، تو تعطیلات و خوشگذرونی هن. She have a great time and doesn't want to come back. میگه او اوقات خیلی خوبی خواد بگه داره و نمیخواد برگرده. پس چی میشه؟ باریکلا. She is having a great time and doesn't want to come back. نمیخواد برگرده. خیلی بهش داره خوش میگذره. خوش به حالش. ما اینجا نشستیم داریم ویدیو تولید میکنیم، اون تو هالیدیه. اشکال نداره که ما بعد ویدیوها میریم هالیدی. خب بریم برای، البته ما باعث افتخارمون هست که برای شما داریم ویدیو تولید میکنیم. منتها شما هم لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. حالا ما که هالیدی نرفتیم دیگه فعلا. میریم برای مثال بعدی. کدومش حل کنیم؟ مثلا بیاین حل کنیم. 11. They build a new hospital. It will be finished next year. میگه دارن یه بیمارستان جدید بیلد میکنن. سال آینده تموم میشه. تموم خواهد شد. ویل دیگه نشونه آینده است. دارن میسازن. پس ناقصه، هنوز در حال تکمیل. In progress، در جریان. Not finished، تموم نشده. In the middle of the action هستن. تموم نشده که. شروع کردن به ساخت یه ساختمون، ساخت یه بیمارستان. پس میشه They are building a new hospital. They are building a new hospital. باریکلا. حالا که ما هالیدی نرفتیم، یه دونه دیگه هم حداقل برای شما یه تمرین هم انجام بدیم که به شما کمک بیشتری بکنه. میگه آخریش انجام میدیم. Dan has been in the same job for a long time. میگه دن برای مدت طولانی در یک شغل یکسان بوده. He start to get bored with it. bored که میشه حوصله سر رفته دیگه. get bored. خب منم باشم توی شغلی مدت طولانی، بالاخره آدم بعد از این مدت حوصله‌اش سر میره. میخواد بگه که شروع کرده داره حوصله‌اش یواش یواش سر میره. پس چی میگم؟ He is starting to get bored with it. باریکلا. خب پس یه جمعنی داشته باشیم، یه رپاپ داشته باشیم. زمان present continuous یا حال صدا رو، حال استمراری رو واردش شدیم و فرم و شکل ظاهریش رو بررسی کردیم، نحوه ساختش رو توضیح دادیم، مثبت و منفیش رو کار کردیم و در مورد مفاهیمی که داره، کارکردهایی که داره، کاربردهایی که داره توضیحاتی رو دادیم. گفتیم که در چه صورت و در چه مواردی ازش استفاده میشه و یه سری تمارین هم انجام دادیم که امیدواریم مطالب براتون تا اینجای کار جا افتاده باشه. خب اگر که از این ویدیو استفاده کردین، حداقل کاری که میشه انجام داد این هستش که ویدیوی ما رو لایک کنین و به کانال یوتیوب بنده هم سابسکرایب بکنین که برای تولید ویدیوهای بعدی انشالله سریعتر متوجهش بشین و بتونین که استفاده کنین.